مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم. الآية. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. برنامه‌ای که در حقیقت اگر ما این ستارگان درخشان شاگردان مکتب رسالت را برای خود سرمشق قرار بدیم و اونها را برای خود الگو بگیریم، سعادتمند دنیا و آخرت می شویم. در برنامه گذشته و یا در جلسه گذشته پیرامون فضائل سیدنا عمر رضی الله عنه و همچنین پیرامون نقش سیدنا عمر در دوران خلافت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله عنهما اشاره داشتیم. حالا بحث ما پیرامون استخلاف، یعنی طلب خلیفه شدن از جانب سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر را که بحث ماست. سیدنا ابوبکر الصدیق سیدنا عمر را به عنوان خلیفه و جانشین خود قرار می دهد و آن چگونه هست و سیدنا ابوبکر الصدیق چگونه سیدنا عمر را جانشین خود قرار می دهد. بحث ما پیرامون همین موضوع است. هنگامی که سیدنا ابوبکر الصدیق بیمار می شوند، یعنی وقتی که سیدنا ابوبکر الصدیق در بستر بیماری قرار می گیرند، صحابه را جمع می کنند و برای صحابه می گویند شما حال مرا می بینید که من چگونه حال دارم، و می فرماید سیدنا ابوبکر الصدیق من گمان نمی کنم که بیش از این در میان شما بمانم. یعنی این نکته سیدنا ابوبکر الصدیق برای صحابه و برای مسلمان ها این را میفهماند که من آهسته آهسته دنیای فانی را ترک می کنم. و بعد سیدنا ابوبکر الصدیق فرمودند آن بیعتی که شما با من داشتید از این به بعد باید برای خود فکر خلیفه کرد و با او بیعت کنید. سیدنا ابوبکر الصدیق میفرماید بیعتی که با من کرده بودید تمام شد. مسئولیتی که به من سپرده بودید به شما پس دادم. از میان خود کس دیگر را برگزینید، انتخاب کنید به عنوان
خلیفه، به عنوان امیر که من از دنیا میروم. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که چنین حرف را برای صحابه این را واگذار کردن و بعد اشاره کردن که می ترسم که دوچار اختلاف و تفرقه شوید، بهتر است قبل از این که من از دنیا بروم ببینم خلیفه مسلمان ها را، ببینم شما چی کسی را انتخاب می کنید. این آرزوی سیدنا ابوبکر صدیق و خواسته سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. سران صحابه هر قدر فکر کردن، با همدیگر نشستن، مشوره کردن، فکر کردن، با هیچ نتیجه نرسیدن جز این که آمدن خدمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. وقتی که آمدن به محضر سیدنا ابوبکر صدیق گفتن ای خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو کسی هستی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم امور و زعیم مسلمان ها قرار گرفتی و امور مسلمان ها را به دست گرفتید و تو از همه ما آگاهتر، فقیهتر، داناتر هستید. ما هرچی که فکر کردیم که چه شخصی را به عنوان زعیم و به عنوان خلیفه مسلمان ها تعیین بشه، به همین نتیجه رسیدیم که خودت ای ابوبکر انتخاب بکن، ما او را تایید میکنیم. سیدنا ابوبکر صدیق برای صحابه گفتن مرا مهلت بدهید که من فکر بکنم که چی کسی شایستگی خلافت را دارد، چی کسی این شایستگی را دارد که خلاصه امت اسلامی دچار مشکلات و دچار فتنه و اینها قرار نگیرد. سیدنا ابوبکر صدیق بعد از فکر کردن چند نفر را خواستن و از اونها مشوره گرفتن نسبت به خلیفه مسلمان ها. عبدالرحمن ابن عوف را خواستن، درباره سیدنا عمر رضی الله عنه مشوره کردن، گفتن از نظرت عمر چگونه هست؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه گفت که شما بهتر میشناسید. بعد عبدالرحمن ابن عوف فضائل و جایگاه سیدنا عمر را به سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرد و سیدنا ابوبکر صدیق خوشحال شد که عبدالرحمن ابن عوف سیدنا عمر را تایید کرد. بعدا سیدنا ابوبکر صدیق عثمان ابن عفان را صدا کرد، گفت که نسبت به عمر چی میگویید که اگر خلیفه مسلمان ها شود، اگر من اون را تایید کنم؟ سیدنا عثمان هم سیدنا عمر را تایید کردند و صحابه دیگری را خلاصه سیدنا ابوبکر صدیق صدا کردند و درباره سیدنا عمر نظرخواهی کردند و مشوره گرفتند. خلاصه مهاجرین و انصار همه برای سیدنا ابوبکر صدیق اتفاقی گفتن که بهترین شخص هست که شما بعد از خود او را به عنوان خلیفه تعیین کنید. جز این که بعضی از صحابه مثل طلحه ابن عبیدالله که آمد به محضر سیدنا ابوبکر صدیق گفت که چگونه کسی را بر مسلمان ها تعیین میکنی که خشن و تندخوی هست؟ حتی طلحه ابن عبیدالله به این لفظ با سیدنا ابوبکر صدیق گفت که فردا به نزد خداوند چگونه جواب میدهی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که این حرف را شنید گفت که آیا میخوای از این دریچه وارد شوید و مرا بالآخره از آخرت و از خدا و از اینها پیش روی مرا قرار بدهید که من از این حرکت خود پشیمان بشم؟ والله قسم
والله قسم که من از این انسان بهترتر و شایسته تر را در بین امت نمی بینم که او به عنوان خلیفه قرار بگیرد جز عمر. به همین بود که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیدنا عمر را خواست. اینجا خیلی مهم است. سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که عمر فاروق را خواست که تو باید به عنوان خلیفه مسلمان ها قرار بگیرید، سیدنا عمر قبول نکرد. گفت ای ابوبکر بگذار من جز سربازان باشم، جز افراد امت قرار بگیرم. حتی در تاریخ و در روایات می آورد که سیدنا ابوبکر صدیق عصبانی شد که چرا ای عمر این مسئولیت را می توانی پیش ببری ولی قبول نمی کنی. سیدنا ابوبکر صدیق با عصبانیت خلاصه سیدنا عمر را قانع ساخت و به عنوان خلیفه انتخاب کرد. همین بود که سیدنا ابوبکر صدیق عهدنامه را نوشت و در او تحریر کرد که عمر به عنوان خلیفه مسلمان هاست و او را سیدنا ابوبکر صدیق به همه جا فرستاد. همه مهاجرین و انصار با سیدنا عمر رضی الله عنه بیعت کردند و او را به عنوان خلیفه انتخاب نمودند. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به عنوان خلیفه مسلمان ها قرار می گیرد. بعداً سیدنا ابوبکر صدیق از دنیا تشریف می برند. سیدنا ابوبکر صدیق را در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در همان حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها دفن می کنند. سیدنا عمر به عنوان خلیفه مسلمان ها، به عنوان امیر المؤمنین قرار می گیرد. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید ذکاوت‌ترین انسان ها 3 نفر هستند. این سخن ابن مسعود هست. ذکاوت‌ترین انسان ها 3 نفر هستند که اونهایی که خیلی ذکاوت و هوشیاری از خود نشان دادن. بیان میکنه که دختر شعیب علیه السلام که در مورد موسی علیه السلام گفت که قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. این دختران واقعا زیرک و هوشیار بودن که موسی علیه السلام را میگن که ان خیر من استأجرت قوی و امین. این 2 صفت داره که هم قوی هست و هم امین هست. برای پدر میگویند قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین. دوم ابن مسعود میگوید رضی الله عنه کسی که یوسف علیه السلام را خریداری نمود و به همسرش گفت، چی گفت؟ اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. آن عزیز مصر که یوسف علیه السلام را خریداری کرد و بعد گفت که از این به ما نفع میرسه و یا این را به عنوان اولاد خود انتخاب میکنیم او نتخذه ولدا. ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند که از این 3 نفری که ذکاوت‌ترین در بین انسان ها هست، سیدنا ابوبکر صدیق که ذکاوت و هوشیاری سیدنا ابوبکر صدیق را نشان میداد که بعد از خود عمر را انتخاب کرد.
این سخن ابن مسعود هست رضی الله عنه. سیدنا عمر رضی الله عنه به عنوان خلیفه قرار میگیرد. حالا خلافت که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به سیدنا ابوبکر صدیق تکیه کرد که اولین خلیفه سیدنا ابوبکر صدیق و بعد سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق. حالا این خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت سیدنا عمر فاروق و حتی که بعدها میایست خلافت سیدنا عثمان ذوالنورین، اینها را اگر ما وقت جستجو میکنیم نصوص شرعیه که در حقیقت نشان میده که اینها لیاقت و شایستگی این خلافت را داشتن. نصوص شرعی که به استحقاق خلافت عمر رضی الله تعالی عنه اشاره دارد. نصوص هم از دیدگاه قرآن، هم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم اقوال صحابه، همه اینها دلالت میکنه بر این که در حقیقت این حق و حقوق خلفاء الراشدین بوده است. اگر ما بخوایم که در این موضوع فقط نصوص رو بیان بکنیم، اقوال صحابه رو بیان بکنیم، شاید به چندین برنامه نیاز باشد، ولی به طور خلاصه و فشرده نصوص شرعی را بیان میکنیم که در حقیقت خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت سیدنا عمر فاروق، اینها آیات و احادیث بر اینها اشارات داره. این آیات و این احادیث و این اقوال صحابه را بعد از یک بیان برنامه انشاءالله بیان میکنیم. با ما باشید. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون این که سیدنا عمر رضی الله عنه چگونه خلیفه مسلمان ها قرار گرفتن، سیدنا ابوبکر صدیق برای صحابه گفت شما خلیفه را انتخاب کنید و صحابه سیدنا ابوبکر صدیق را مخیر گذاشتن که شما انتخاب کنید و ما هم تایید میکنیم. سیدنا ابوبکر صدیق هم سیدنا عمر فاروق را به عنوان خلیفه مسلمان ها که حضرت عمر قبول نمی کرد، سیدنا ابوبکر صدیق بر او قبولاند و او را به عنوان خلیفه مسلمان ها تعیین نمود. حالا در قرآن نصوصی وجود داره که اشاره به حقانیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان داره و اطاعت از اینها واجب میدانه، چنانچه که خدای تبارک و تعالی در مورد بادیه نشینان خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. در سوره توبه آیه 83 الله سبحانه و تعالی ارتباط به اون بادیه نشینانی اشاره میکنه که از جهاد تخلف کردن و بعد الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که
و علی الثلاثه الذین خلفوا، کسانی که تخلف کردن و آمدن و بالآخره دروغ گفتن به جز 3 نفری که او 3 صحابه‌ای که آمدن و بالآخره الله سبحانه و تعالی توبه اونها را پذیرفت. الله سبحانه و تعالی در سوره فتح در آیه 16 به این اشاره میکنه که بعدها کسانی میآین که همین بادیه نشینان را به جهاد دعوت میکنن و اونها نمیپذیرن، اونها تخلف میکنن و اونهایی که اطاعت میکنن الله سبحانه و تعالی بر اینا وعده اجر و پاداش و اینها داده. میفرمایه قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا. اگر اطاعت کردن الله سبحانه و تعالی بر اینا اجر و پاداش نیکی میده. و این تتولوا کما تولیتم، اگر پشت کردن مثلی که در گذشته با پیامبر هم پشت کرده بودن، یعنی زمانی میایه به نزدیکیای زود، آیه اشاره میکنه آنهایی که از جهاد سرباز بزنن مثلی که در گذشته سرباز زده بودن، یعذبکم عذابا الیما، الله سبحانه و تعالی اونها را عذاب میکنه. حالا در این آیه مبارکه وقتی دقت کنیم نگاه کنیم، این آیه مبارکه حقانیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را نشان میدهد. چگونه؟ ابو محمد ابن حزم رحمهم الله میگوید بدون تردید اعراب را بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی جز ابوبکر و عمر و عثمان کسی دیگری به جهاد دعوت نکرد. فقط ابوبکر بود، بعد از آن عمر بود و بعد از آن عثمان بود که اعراب را دعوت کردن به جهاد. ابوبکر آنها را دعوت کرد به جهاد که با مرتدین بنی حنیفه با اونها بجنگن. عمر آنها را دعوت کرد با فارس و روم که بجنگن. عثمان آنها را دعوت کرد به ادامه جهاد فارس و روم و با ترکا و اینها. این آیه مبارکه حقانیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را نشان میدهد. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم و یسلمون فإن تطیعوا یؤتکم الله، اگر اطاعت کردید یؤتکم الله اجرا حسنا. پیامبر هم اینها را دعوت کرد، بعد از پیامبر هم کسانی پیدا میشن اینها را دعوت میکنن که اینها را چی کسی دعوت کرد؟ ابوبکر، عمر و عثمان رضی الله عنهم. پس از این آیات وقتی که دقت کنیم نشان میدهد که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان اینها خلیفه هایی بودن که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که و این تتولوا کما تولیتم، اگر از اینها تخلف کردید چنانچه که در گذشتم تخلف شده بود از پیامبر. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. اول پیامبر صلی الله علیه و سلم اعراب را به جهاد دعوت کرد. بعد از پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان رضوان الله علیهم اجمعین به جهاد دعوت کردند. پس این نص اطاعت از این بزرگواران را واجب و تخلف از اینها را حرام میدانه. کسی از اینها تخلف کنه ادامه بیان میکنه که من قبل کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما. اگر اطاعت از ابوبکر و عمر و عثمان شد
یؤتکم الله اجرا حسنا. و اگر تخلف شد مثل که در گذشته از پیامبر تخلف میشد، اینجا چی میشه؟ یعذبکم عذابا علیما. چون گفتیم که اگر به کل نصوص قرآنی و احادیث بپردازیم، ساعتها و برنامه‌های پی در پی باید روی نصوص شرعی که به استحقاق خلافت عمر رضی الله عنه اشاره داره، یا خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت عثمان ذی النورین، باید ساعتها صحبت کنیم. پس قطره و شمه بیان می شود. حدیث صحیح مسلم، در صحیح مسلم، همان حدیثی که بارها و بارها در لابلای این برنامه تکرار شد، خوابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن، فرمودن در خواب دیدم که با دلو و بزرگ از چاه آب میکشم. ابوبکر آمد از من گرفت، چند دلو کشید و بعد عمر رضی الله عنه، عمر آمد و دلو را گرفت و چنان آب کشید که همه انسانها و حتی حیوانات را سیراب کرد. پس پرسان کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم که تعبیر این چیست؟ فرمودن که این همان خوابی که من دیدم در حقیقت علم سیدنا عمر رضی الله عنه و همو فکر و درایت و همان خلاصه خلافت سیدنا عمر را نشان میدهد. چون از ابوبکر صدیق 2 سال و چند ماه و از سیدنا عمر رضی الله عنه بیش از 10 سال یا در حد 10 سال خلافتنا، که در تمام تاریخ وقتی که از عدالت و از مساوات و از همه اینها بحث بشه، دوران طلایی خلافت سیدنا عمر در ذهن انسان می آید. حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواب دیدن که شیر نوشیدن و متباقی را به سیدنا عمر دادن و بعد گفتن که تعبیر این چیست؟ گفتن که همان علم هست که آن هم علم سیاست که برای سیدنا عمر رضی الله عنه داده شد. از این احادیث که مثلا حدیث انس ابن مالک میگوید که بنو مصطلق مرا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادن، از ایشان بپرس که بعد از شما صدقات خود را به چی کسی بدهیم؟ فرمودن که برای ابوبکر بدهید. و بعد فرمودن اگر ابوبکر نبود برای چی کسی بدهیم؟ فرمودن برای عمر بدهید. که این احادیث دلالت میکنه بر چی؟ بر حقانیت خلافت سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت سیدنا عمر. که این حدیث انس در کجا آمده؟ در مستدرک جلد سوم صفحه 77 که این حدیث از لحاظ سندی هم حدیث صحیح است و ذهبی هم همین مطلب را بیان نموده است. قول دیگری که خود ابوبکر صدیق فرمود بار الها من بهترین بنده تو را بر آنان گمارده ام. الطبقات الكبرى جلد سوم صفحه 274 این سخن سیدنا ابوبکر صدیق بیان می شود. همچنین قول دیگری که از حضرت علی درباره ابوبکر و عمر هست که میفرماید محمد ابن حنیفیه میگوید که از پدرم پرسیدم. از کی پرسان میشه؟ سیدنا علی رضی الله عنه پرسان میشه که بهترین فرد بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کسی هست؟ فرزند علی ابن ابی طالب از پدر پرسان میکنه که پدر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین فرد چی کسی هست؟ سیدنا علی میفرمایند که ابوبکر هست. و باز میگوید بعد از ابوبکر چی کسی هست؟ سیدنا علی رضی الله عنه میفرماید که بعد از ابوبکر عمر هست. الله اکبر. اینجا وقتی که میگه قلت ثم من قال عمر، آنگاه میگه من ترسیدم که نام عثمان را نگیرد. گفتم که بعد از بهترین فرد این امت شما هستید، یعنی بعد از عمر شما هستید. گفت فرزندم من مردی یا فردی از مسلمان ها هستم، که این حدیث در بخاری ذکر میشه. و همچنین اجماع صحابه یعنی همه مهاجرین و انصار
اجماع بر خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه که بعد از ابوبکر صدیق جانشین سیدنا عمر هست. سوالی که به طور خلاصه و فشرده اشاره می کنم، شاید در ذهن بیایه که اون صحابه مثل طلحه بن عبیدالله یا یک دیگر آمدن و به سیدنا ابوبکر صدیق گفتن چگونه مرد خشن و تندی را بر سر مسلمان ها به عنوان امیر انتخاب می کنید؟ جواب چیست؟ اونها چی گفتن؟ اونها فقط گفتن تند و خشن. حالا عمر رضی الله عنه تند بود، خشن بود که اونها هم چنین گفتن. اما این حرف دلالت بر این نمیکنه که عمر رضی الله عنه شایستگی نداشت، فضائل نداشت. اینها همه دلالت بر از این داره که عمر وقتی خشن باشه، چون آیه قرآن ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، حتی خداوند در شأن پیامبر میگه که اگر تو سختگیر و خشن باشی از اطرافت فرار میکنن. لانفضوا من حولک، به اطرافتون نمیمانن. طلحه بن عبیدالله و بعضی دیگری از صحابه که میگفتن عمر خشن هست و تند هست، از این پریشان بودن که مسلمان ها از اطراف خلیفه فرار نکنن. جایگاه و مقام و فضیلت عمر سر جایش بود. اونها خوب میشناختن که عمر دارای چی فضائل است، چی جایگاه است و احترام داشتن و اعتراف داشتن به فضائل سیدنا عمر. و بعدها متوجه شدن که او خشونت و او خشن بودن و اون تندی که سیدنا عمر در زمان سیدنا ابوبکر صدیق یا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، بعد گفت که من فقط با افراد تند و خشن هستم که اونها احکام خدا را نپذیرن و قبول نکنن، مگر در مقابل انسانهای صالح و شایسته من خاک راهیم. که بعدها خطبه سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره می شود که سیدنا عمر چی میگوید در خطبه خود و چی ارشاد می فرماید. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده تا اینکه بشناسیم خلفاء الراشدین را، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را. این بود به طور خلاصه و فشرده که چگونه سیدنا عمر رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها می شود. ان شاء الله به برنامه بعد که اولین خطبه و یا سخنرانی سیدنا عمر رضی الله عنه که در اولین خطبه خود و مسلمان ها چی ارشاد می‌فرمایند، به برنامه بعدی. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.